بریم با هم دامن شلواری بدون الگو بدوزیم. اول دو قد پارچه‌ای رو که در نظر گرفته بودیم رو از وسط برش میزنیم و تا میکنیم و روی دلای بسته روی همدیگه قرار میدیم. از بالا 3 الی 4 سانت پایین میایم و به اندازه 1/4 دوره باز هم به اضافه 4 جلو میریم. به اندازه 40 سانت پایین میایم، به اندازه 12 سانت بیرون میریم و به اندازه 12 سانت بالا میایم و این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنیم. وسطش رو پیدا میکنیم، 2 سانت پایین میایم و هلال فاق رو طراحی میکنیم. بعد به اندازه قد شلوارمون که من 80 در نظر گرفتم به اضافه جای دوختم پایین میام و خط پایین شلوار رو به این شکل میکشم و به این شکل به فاق شلوارم وصل میکنم. از قسمت پایین شلوار به اندازه 6 الی 7 سانت بالا میرم و پایین شلوار رو هلال میکنم. حالا دور تا دور کارم رو برش میزنم و حتما برای پهلوها 1 سانت اضافه جا درز در نظر میگیرم. بعد از اینکه برش زدم برای قسمت جلو اون 1 سانت اضافه جا درز رو برش میزنم و از قسمت کمر شلوار هم به اندازه 2 سانتی متر پایین میام و به وسط شلوار وصل میکنم که قسمت جلو فاقش کوتاه‌تر از قسمت پشت بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم فاق‌ها رو دوخت میزنم، سنجاق میزنم و دوخت میزنم و سردوز میزنم و اتو میکنم و بعد شلوار رو به این شکل بلند میکنم و وسط پای شلوار رو به این شکل دقیقاً فاق‌ها رو روی هم قرار میدم و وسط پای شلوارم رو دوخت میزنم. بعد از اینکه وسط شلوار رو دوخت زدم و اتو زدم، حالا برای قسمت جلوی شلوارم میخوام پیلی در نظر بگیرم که میام وسط شلوارم رو دقیقاً روبروی هم قرار میدم، پهلوهای کارم رو مشخص میکنم و وسط جلو رو مشخص میکنم و 2 سانت تا میکنم و به این شکل اتو میزنم و دوخت میزنم. برای کمری شلوارم باز پهلوها رو مشخص میکنم و قسمت جلو رو اندازه میزنم، قسمت پشتم اندازه میزنم و 2 تا نوار به اندازه قسمت جلو و پشت به اضافه 2 سانت برش میزنم و قسمت پشت رو نوارش رو پایینش رو دوخت میزنم و از وسط تا میکنم به اندازه نصفش. من کش نیاز دارم که باز سنجاق کش رو از داخل نوارم رد میکنم و دوخت میزنم. حالا کشم رو میارم روی نوار قسمت جلوی کارم به این شکل قرار میدم و دوخت میزنم، از هر دو سمت دوخت میزنم و حالا کمری من آماده است و به این شکل 4 قسمت کمریم رو مشخص میکنم، قسمت وسط پشت، وسط جلو و پهلوها هم که مشخص هستش. قسمت وسط جلو رو دقیقاً روی وسط جلو قرار میدم و فیکس میکنم، پهلوها هم روی پهلوهایی که چرت زده بودم فیکس میکنم و قسمت وسط پشت هم که مشخص کردم و روی وسط پشت قرار میدم و فیکس میکنم. حالا دور تا دور کمریم رو دوخت میزنم. بعد از اینکه کمری رو دوخت زدم حالا دم شلوارم هم تا میزنم و یه دوخت میزنم و یه اتو میزنم و شلوار من آماده است.